یک مادر سال خورده داشتند، بسیار مادر پیرانسال بود. چند بار دعوت میکردن، اسلام نمی آورد. بار میگوید، ابو هریره میگوید وقتی دعوت کردم که مادر اسلام بیار، با محمد صلی الله علیه و سلم پیرو شو، میگوید چنان یک سخن ناسزای در حق محمد گفت که دیگر طاقت نکردم. از جایم خیستم، گریان به نزد رسول اکرم آمدم. گفتم ای پیغمبر، اگر دیگر نفر این سخن را میگفت و را پاره پاره میکردم، لیکن مادر من در شأن تو چنان سخن قبیحی گفت که من دیگر طاقت کردن نتوانستم، خانه را ترک کردم. یا در حقش دعا میکنی خدا هدایتش کند، یا دیگر اون خانه من نمیرم. رسول اکرم دست برداشتم، گفتم پروردگارا مادر ابو هریره را اسلام عزت ببخش. آمین گفتند. ابو هریره میگوید گشته آمدم، نگاه میکنم که دروازه محکم است و شرشر آب بیاید، ریختن آب. یعنی آدم وقتی نو مسلمان شود باید که غسل کند، باید آبازی کند. میگوید آواز آب می آمد، دروازه را تق تق کردم، در آمدم. گفت ابو هریره نزدیکتر نیا که من برهنه هستم، من آبازی کرده ایستادم. وقتی وای میگوید آبازی کرد، لباس هاش که در بر کرد، وقتی مرا دیدن برابر گفت اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده و رسوله. زمانی میگوید ایمان و اسلام در وجود مادر من تأثیر کرد. در پیش مادر میگه چگونه که یک لحظه پیش از سخن قبیح او گریه میکردم، این زمان چنان یک اشک شادی از چشم میریخت که گویا که فرزند من از دنیا گذشته باشد. اینقدر گریه من میگه فرا گرفت و دست مادر ما گرفته و نزد حبیب خدا آمدم. گفتم پیغمبر خدا بشارت باد که مادر ابو هریره ایمان آورد. دست برداشت گفت پروردگارا محبت ابو هریره، مادر ابو هریره را و فرزند او را در دل تمام امتان من محبتش را جایگیر کن. گفته و آمین کردند. امروز تمام دنیا مادر ابو هریره و خود ابو هریره را دوست می‌دارند و احترام میکنند. سوال ها مون است. السلام علیکم اکای حاجی داملا عزیز و محترم. ما یک گروه اخلاصمندان شما از ناحیه کلخوزآباد اول از خدای متعال برای شما تنصیحتی و سلامتی نیک و حفظ شما و شما بر اینها را از کل بدخواهان میخواهیم. آمین. بعدا ثبت های شما را بر دوام به صبرانه انتظاریم. اکای داملا ما در کسیت 49 شما را در باب نکاح درباره بعضی چیزها فهمیدیم. من گفتنیم که من از ناحیه آرجانکیزآباد زنگ گرفتم. در عین نکاح در پشت من سوزن سخت میکردند. اگر این عمل ناجایز باشد من از سر نو نکاح کنم یا نه؟ با احترام مخلص شما. این سوزن زدنم یک نوع بدعت است، یک نوع خرافات ها هستند. اینا از اسلام ما نیستند، مگر که اینا عرف و عادت همین مردم ما شدند که در پشت همان بچه را که نکاح میکنید سوزن میزنید. این هم هیچ معنی ندارد. نکردن هزارها بار افضل و بهتر است. لیکن این برادر در نکاحش ضرر زیان نه آمده است. یعنی این باید از سر نکاح نکند، بلکه امروز مادامی که دانست و فهمید بر دیگر برادرهایش تبلیغ کند که این عمل عملی نادرست است. باید که ما این عمل را ترک کنیم. اکای داملا التماس با این سوالهای من باز جواب گویید. بعضی آدمان 4 رکعت سنت پیشین را در خانه میخوانند و 4 رکعت فرض را در مسجد خوانده، بعدا باز 2 رکعت سنت را در خانه میخوانند. همین آدمانی که همین خیل نماز میخوانند خانهشان از مسجد 300-400 متر دور میباشد. آیا این عمل درست است یا نه؟ البته اگر سنت ها را ما و شما در خانه خوانیم خودش سنت است. زیرا رسول اکرم حدیث های مبارکش است که شما خانه هاتان به قبرستان مبدل نکنید. مقصد یعنی در خانه هاتان نمازهای سنت خوانید، نمازهای نافله را در خانه خوانید و آمده فرض در نماز در مسجد جماعت کنید. این حدیث پیغمبر خداست. اگر مبادا که کدام برادری که در مسجد هم که اگر سنت چه خواند این غلط هم نیست، این نادرست هم نیست، لیکن اگر رفته و در خانه‌ش هم که خواند این افضل تر است و یا باید ما و شما ملامت نکنیم. این خوب است.
شما میتونین حتی در همین مسئله های فقه حنفی، اینا مثلا گوری میری را تماشا کنین، میگوید که سنت بامداد باید در خانه خوانده شود. اگر مبادا در خانه خوانده نشد، در راه خوانینش، در راه نشد بیرون مسجد خوانین، بیرون مسجد نشد پس یک استون مسجد خوانین، تا که در صف شما سنت نخوانین. های اندازه تأکیدها آمدگی است. یعنی در خانه ما و شما نماز که خوانیم، تمام جین و دیگرها از خانه ما و شما دور می شود با سبب نماز خواندن ما و شما. تقدیر چیست؟ انشاءالله اینجا تقدیر در سوال کردن، من جمعه آینده در باب تقدیر با شما صحبت میکنم. چهارم، ختم خوجه چی درجه دارد و ختم قرآن چی درجه دارد. یعنی بغیر تقدیر 4 سوال کردن، 3 سوالش جواب میگیم. سوال یک سوالش که در باب تقدیر است، جمعه آینده انشاءالله من جوابش میگم. ختم خوجه و ختم قرآن. البته ختم قرآن از ختم خوجه دیده افضلتر و بهترتر است. ختم خوجه را خدا رحمت کند استاد ما بابای ملا شریف که همه شما میشناسید، اما حضرت در همین محله ما ختم خوجه نمیکردن. مرحمت همین سفیدای محله وجود دارند. میگم مادامی که همین ختم که بجا آوردن میتوانند و برای ختم خوجه که مردم زیاد در کار است و مردم سوره علم نشرح را نمیدانند، سوره قل هو الله را درست خواندن، سوره اخلاص را درست خواندن نمیتوانند، از این خاطر یک نفر آدم همین سوره تبارک خواند، 3 بار دیگه از پسش سوره اخلاص خواند، دعا کند، بس کفایت میکند. این افضلتر است میگفتند. از این خاطر ما هم که پیروای ایشان هستیم، شاگردای ایشان هستیم و در همه جا میگویم که ختم همین سوره تبارک خوانین، 3 بار سوره اخلاص خوانین، این بهتر افضلتر است. همین هم شخص خواند که قرآن گذرانندگی باشد. آدمی قرآن ناگذرانده باشد و چی خود گناهکار می شود، چی شنونده ها گناهکار می شود. سوال درار انشاءالله اینجا یک چند سوالای تعجیلی هم آمد از برادرای عزیز. ما اینها را جواب شد جمعه آینده خدا خواسته باشد با سوال جواب میکنیم، زیرا من اکثری سوالهایی که خیلی مهم بودند، چی در باب اسراف بود، چی در باب معرکه های نادرستی که ما و شما داریم اینجا سوال ها شده است، و چی درباره محبت وطن دوستی بود. من با شما باید صحبت میکردم، از بس که وقت کی نیست. انشاءالله جمعه آینده من در این بابت ها با شما صحبت میکنم. فقط دیروز ما در قرغان تپه مجلس بود، در حضور مفتی، در حضور رئیس کمیته دین اسلام، در حضور ایشان سید جان و انجا معاون ولایت ختلان، میری شهر همون قرغان تپه و دیگر نفرها اشتراک داشتن. مجلس گذشت در اونجا، من از شما باید که اونها گفتن و تمام مردم خبر دهید، در اونجا در باب یعنی اسراف و معرکه های نادرست ما و شما گفتن صحبت کنید که چگونه که رئیس جمهورم مفتی را قبول کردن. اگر شما دیده باشین در باب همین اسراف و معرکه های نادرست صحبت ها کردن. و باز در باب اختلاف هایی که در امروز در جمهوری پیدا شده است، اختلاف هایی که آمین بلند، پای های کشاد، دست های بالای سینه، این مسئله هم خیلی یعنی موضوع مهم و گفتن که در این مسئله ها صحبت ها کنین، تا که بسیار یک نقطه حساسی هست که شاید که ناآرامی پیدا شود. برادرای عزیز خوب توجه کنید، من شما را تحقیر کردنی نیستم، من هیچ کدام شما را حقی سنگ زدنم ندارم، لیکن بسیار گرد همین موضوع مسئله های زیاد دیده شده ایستاده است، گفتو گزارها و گفتو شینده های زیاد شده ایستاده است، عاقبت ناخوب دارد. بیاید همین مسجدهای کشاده ما و شما را ضرر نکرده است، بیاید همین داعی هایی که دعوت دارند پیش راه همین ها را نگیریم، بیاید همین مدرسه هایی که در ما و شما کشاده هستند دروازه همین مدرسه ها را نبندیم. با یک آمین گفتن تو دنیا روشن نمی شود، با یک آمین گفتن تو جامعه اصلاح نمی شود، با یک دستی بالای سینه بستن تو شریعت مستحکم نمی شود. امروز موضوع های مهم خیلی زیاد است، خیلی زیاد است.
اگر چنده که زیر ناف گرفتن دست سنت است، پس گفتن آمین سنت است. همین طریقی که از ابو حنیفه ما و شما داریم، برادرای عزیز، به همه مراجعت میکنیم فریفته هیچ کس نشوید. از همین راهی که گرفتیم از همین راه بیرون نشویم که خطر زیاد داره. ما دوستار ابو حنیفه هستیم و می باشیم و همچنان می رویم. چی زلال و چی نقص و چی کمبودی در این مذهب دیدیم که رجوع به دیگر رویه ها و جریان ها میکنیم. امروز شیعه هم میخواهد جریان خودش در بین ما جاری کند، نصرانیش هم میخواهد جاری کند، تا که همین تاجیکستان آرام ما و شما را، این تاجیکستان که این قدر پیشرفتی دارد، رئیس جمهور چند قدر حرکت ها برای بیهودی کرده ایستاده است، همین ما و شما باور کنید از دست میتیم، بعدا پشیمان میشیم، فایده ما نمیکنه. این مسئله در اونجا دیده شد. بسیار از شما خواهش میکنم انشاءالله هر مسئله برآمد در ما توجه، در ما از ما پرسان، از هیچ کس نپرسید. خدای مهربان عاقبت ما و شما را به خیر بگرداند و تن همه ما و شما را خدای مهربان صحت و سلامت نگه بدارد و خداوند همه ما و شما را از جمیع گزندها و تهمتها در حفظ امان خودش نگه بدارد و خداوند این جمهوری ما را باز هم زیباتر و شکوفانتر بگرداند و تمام آن کسانی که در این جامعه ما خدمت میکنند برای بهبودی این مردم، برای آرام کردن این جامعه دلالت ها دارند، خدمت ها میکنند، خدا ایشان از کل آفت ها نگه بدارد. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار برحمتك یا ارحم الراحمین. اینجا در چند برادرها خیرها کردن و گفتن که امین پسر من کسلیمند است، قطعی خانواده هم التماس در همین ماه بزرگ در حقشون دعا کنید. اکی سرخان ظاهرشاه 50 سامانی آمده است که در حق ما دعا کنید. برادرمان سنگ، اکی سنگ داماد اکی مولانا 150 سامان آورده دادن. خیلی من سومش نامگیر نمیکنم. برادرمان ولی سفرمد آورده یاردم کردن برای کار مسجد. حاجی یوسف جان، حاجی نعمت، ترسون، اکبر، اکی مظفری که اکسکواتری که در این بیرون کار کردن، اکی رئیس کریم خان در اینجا سهمیخشان گذرانیدن، حاجی سرخان همراه پسرانش، اکی مرادلی از این محله که در این چراغای